حد اکثر قلمرو افغانستان را اشغال کرده است. روز 7 سپتامبر افغانستان را امارت اسلامی و رهبرش مولوی هیبت الله آخوندزاده را امیرالمؤمنین اعلان کرد. این گروه همچنین هیئت حکومت افغانستان را اعلان کرد که رئیسش و وزیر کارهای داخلیش در رویخط سیاه سازمان ملل و امریکا قرار دارد. مولوی آخوندزاده که 55 سال دارد در یک پیام گفت که حکومت تشکیل داده آنها صرف بر اساس احکام شریعت عمل خواهد کرد. ملا محمد حسن آخوند که 60 سال دارد و در حکومت قبلی طالبان در مقام معاون وزیر خارجه کار میکرد، آخوند در رویخط سیاه سازمان ملل قرار دارد. همین طور عبدالغنی برادر که سال 2018 از زندان پاکستان آزاد شد و رهبر دفتر سیاسی طالبان را در قطر به عهده داشت، معاون اول و عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس حکومت تعیین شدند. همچنین سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی که از جانب امریکا برای عملهای تروریسم جستجو می شود وزیر کارهای داخلی تعیین شد. محمد یعقوب پسر رهبر اول طالبان ملا عمر وزیر مدافع، امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی، ملا هدایت بدری وزیر مالیه، مولوی خیرالله سعید خیرخواه وزیر اطلاعات، عبدالحکیم اسحاقزی وزیر عدلیه تعیین شدند. سخنگوی طالبان گفت این افراد تنها سرپرستان این وزارتخانه هایند و هیئت حکومت نهایی نشده است، ولی آنچه که حائز اهمیت است این است که طالبان برخلاف دعوت جامعه جهانی به تشکیل یک حکومت فراگیر به همه مقام کلیدی فقط افراد خود را تعیین کردند. رئیس جمهور تاجیکستان نیز قبلا هشدار داده بود که دوشنبه حکومتی را که در آن به تاجیکهای افغانستان و دیگر اقلیت‌های ملی آن کشور جایگاه شایسته داده نشود اعتراف نخواهد کرد.